ما و شما اهل طریقت هستیم؟ هستیم. پیر ما کی است؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. حالا بسیاری کسا مشکلشان در چی است؟ یک کسی را پیر میگیره، دیگر روز پیرش یک مشکل می داشته باشه. البته من در عاشورا بعد اراده برای معاویه گرفتم، بعد اراده برای معاویه گرفتم. چگونه صدقی های بدبختی ما وقت تبرد. یک کسی رهبر خود میگیره، دیگر روز رهبرش خودش مرتد میشه. تشیع رو بیدار نیستم. من اهل تشیع رو برادر خود میدانم. گفتن یک دروغ در پای شعاهای برادرها بستند. Получается у вас действительно. Умеете, могете просто. ما وصفه خود میگیره، سائل میکنه که خودش پشت دخترها رو در شهر نو گرفته. اینال اگر انسان باز به تشویش مفتخه ولی من در زندگی بسیار تکلیف دارم، به خاطر که مشکل نداشته باشیم الله بر ما رهبر ما را، پیر ما را، مرشد ما را، راهنمای ما را، اسوه ما را تعیین کرده و گفته ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. این برکت است که الله را میخواه و روز آخرت را میخواه. این پیرش است. کسی باز دنیا میخواه و پیسه میخواه و چی میخواه باز بر خود هر رهبر را که تعیین میکنه دلش. ایناله ما و شما گفتیم که مفهوم لا اله الا الله محمد رسول الله. کافر گفتیم کافر جان تا دیروز تو تعهد نداشتی، حالا که مسلمان میشی کتی الله چند تعهد داری؟ 3 تعهد داری. ایناله کتی الله 3 تعهد داری، تعهدایت باید کتی الله هر مسلمانی نمی تعهد